دوستان عزیز، ما اکنون در شبکه جهانی اینترنت انیقترش در صفحه یوتیوب کانالی رسمی خودمون گشودیم و شاید شما امروز برای ما سوال داشته باشید که چرا من در تن لباس رسمی تیم استقلال رو دارم. باید برایتان بگویم که من امروز با شما درباره 5 فوتبال بازی قیمت‌ترین این تیم معلومات خواهم داد. بخش توپ 5 قیمت‌ترین فوتبالبازان دسته استقلال دوشنبه را آغاز می‌کنیم از فوتبالباز 32 ساله سربیایی مارکو میلیچ. باید گفت که این فوتبالباز بعد از اندوختن تجربه از دسته‌های با نفوذترین دولت‌ها به مانند سربیا، بوسنیا، چرنگوریا و ازبکستان سال 2019 با ارزش زیاده از 250,000 یورو به تیم استقلال گزارش نمود. باز هم درباره جلیلوف ها میگوییم. منوچهر جلیلوف فوتبالباز 29 ساله و با مهارت تیم منتخب تاجیکستان که قبلا در دسته استقلال رقابت میکرد، بعد از آموختن تجربه در دسته های با نفوذترین اندونزیا سال 2020 بر عوض 275,000 یورو دوباره به تیم استقلال دعوت گردید. اسکندر جلیلوف حمایتگر تیم منتخب تاجیکستان که فعالیت فوتبالبازیش را از دسته CSKA مسکو و روبین شهر قزان آغاز نموده است، بعد از آموختن تجربه از دسته های با نفوذترین رومانیا و بلغاریا سال 2018 از دسته باتویوی بلغاریا به عوض 300,000 یورو به دسته استقلال گذشت. باید گفت که مقام دوم را در توپ 5 امروزه ما فوتبالباز 26 ساله و عضو منتخب تاجیکستان علیشیر جلیلوف اشغال میکند. باید گفت که علیشیر جلیلوف کاریرای فوتبالبازیش را از دسته الماسی شهر حصار آغاز نموده تا به لوکوموتیو مسکو و روبین شهر قزان رسیده است. سال 2018 باشد علیشیر جلیلوف با مبلغ بیش از 300,000 یورو از دسته بالتیکای فدراسیای روسیه به دسته استقلال گزارش نمود. Леопольд голосом Александра Калягина уверял нас всех, что неприятность эту мы переживем. Мы-то пережили, а удар какой! 2-2! امروز در مقام اول ما جای گرفته است ویکتور سویژوف. این فوتبالباز روستابور که قبلا در دسته های دیناموی مسکو، توم، لوچ، کیریلیا سویتوف، سیبیر، فاکل، بالتیکا و امثال اینها رقابت نموده است، سال 2019 از دسته مینسک بلاروسیا به عوض زیاده از 350,000 یورو به دسته استقلال گذشت. دوستان عزیز، اگر معلومات های داده ما برای شما پسند آمده و شما از این نواری ما کمی هم باشد به خود معلومات گرفتید، پس پادپیسات کردن رو در کانال ما فراموش نسازید. باقی در پناه خدا.